شما ایرانیان، شما آزادمنشان، شما عاشقان خاندان پاک ایرانساز پهلوی، کتاب آیین شاهنشاهی ایران رو به شما توصیه میکنم که بخونید. قسمتش رو برای شما میخونم. در ایام مسعودی که به نشر این کتاب همت میگماریم، یکی از مهمترین وقایع تاریخی ایران در جریان است و آن اجرای مراسم با شکوه تاجگذاری اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران و اعلیحضرت شهبانو فرح پهلوی است که به مبارکی و میمنت و بنا به درخواست و انتظار چندین ساله ملت ایران به فعل می‌آید. جشن‌ها و تظاهرات مسرت انگیز قاطبه ملت ایران در برابر این خبر میمنت اثر نشانه بارزی است از احساسات پاک ایرانیان در پیشگاه پدر تاجدار عزیز خود که همه عمر گرامی را وقف رفاه و آسایش ملت، سربلندی و عظمت میهن نموده و آنی از کوشش و مجاهدت در راه ترقی و پیشرفت مملکت باز نایستاد. تاریخ ایران هیچگاه خدمات پرارزش و بی‌نظیر شاهنشاه آریامهر را فراموش نخواهد کرد، زیرا این خدمات موجب بقا ملت، قوام ملیت ما، ترقی و پیشرفت بی‌سابقه است که آرزو و آرمان همه علاقه‌مندان میهن بوده است. پهلوی هیچ وقت نمی‌میرد. شاهنشاه آریامهر هیچ وقت نمی‌میرد. شاهنشاه روحت شاد. شاهنشاه روحت شاد. رضا شاه روحت شاد. زنده باد فرح پهلوی مادر ایران. زنده باد یاسمین پهلوی ملکه ایران. زنده باد شاهنشاه رضا پهلوی امید ایران. پاینده باد ایران، پاینده باد شما ایرانیان و تا ابد جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه.